دو مدل متر دیجیتال از برند شرکت دانشجویان. مدل اول مدل دستی هستش که با استفاده از دقیق ترین و با کیفیت ترین مترهای الکترومغناطیسی طراحی و ساخته میشن که تا 10 میلیمتر به شما دقت میده و در ابعاد طولی 3 4 6 متری قابل سفارشن. و یه خبر خوب برای همکارانی که دستگاه‌های برندهای ترک و ایرانی دارن اینه که این متر رو روی دستگاه‌هاشون میتونن نصب کنن. معرفی متر تمام اتوماتیک. توی این جدول 12 تا دونه اندازه میتونین وارد کنین و هر کدوم رو که فراخوان کنین دستگاه شروع میکنه و حرکت. معرفی دستگاه پانچ MID 850 پلاس. دستگاه مجهز به سرو موتورهای کوب شده با گیربکس های خورشیدی که باعث دقت هرچه بیشتر این دستگاه میشن. فک هایی که از طریق سرو کنترل میشن محور وای و محور ایکس هستش. علت استفاده از سرو موتور در دستگاه پانچ اندازه گیریه دقیق به صورت برقی برای هر فک و ذخیره برنامه هر پروفیل که برای انجام پانچ نیازی به تنظیمات مجدد برای اون پروفیل نداریم که قطعا تنظیمات شامل هر دو محور X و Y میشه، یعنی این محور Y و این دو محور X. یکی از کارآمدترین و بزرگترین مزیت‌هایی که این دستگاه داره استفاده از هند ویل که برای اندازه گیری دقیق تره هر فک. و همچنین محور وای. میزها و خرک‌های دستگاه داخل دستگاه باز و بسته میشن. راستی برق دستگاه هم تک فاز هستش. قسمتی هستش که برنامه ها ذخیره میشن. توی قسمت دستی محور رو به صورت دستی فرمان میدین و توی خودکار به صورت اتوماتیک پانچ برای شما انجام میده. توی قسمت آمار تعداد کل شمارش پانچتون، ساعت کار کرده